وقتی اسم افغانستان را میشنویم، بیشتر مردم دنیا یک تصویر واحد در ذهنشان شکل میگیرد. جنگ، انفجار، ویرانی و آوارگی. اما همیشه یک پرسش مهم وجود دارد. اگر افغانستان آرام میماند، چی میشد؟ اگر کودتاها، جنگها، دخالت‌های خارجی و دشمنی‌های داخلی هرگز رخ نمیداد، امروز این کشور به کجا رسیده بود؟ بیایید چشم‌هایمان را ببندیم و سفری خیالی به افغانستانی کنیم که آرام ماند، سقوط نکرد، بر راه پیشرفت را ادامه داد. تصور کنید کابل امروز همان طوری که در دهه‌های 50 و 60 میلادی بود. یک شهر مدرن، پر جنب و جوش و زنده است. خیابان‌ها پر از نور، کافه‌های کوچک و موسیقی‌های زنده. کتاب فروشی‌هایی که جوانان در آنجا درباره فلسفه، شعر و علم بحث می‌کنند. مردان و زنان شیک‌پوش در خیابان‌ها قدم می‌زنند، دختران جوان با خیال راحت به دانشگاه‌ها می‌روند و پسرانشان رویای ساختن آینده بهتر را دارند. کابل امروز می‌توانست یکی از زیباترین پایتخت‌های آسیا باشد. برج‌های بلند با معماری‌های مدرن در کنار بناهای تاریخی، نشانی از ترکیب سنت و نوگرایی. فرودگاه کابل پرواز مستقیم به لندن، پاریس، نیویورک و توکیو دارد. ایستگاه متروی کابل هزاران نفر را هر روز به دانشگاه، محل کار یا مراکز خرید می‌رساند. اگر آرامش می‌ماند، کابل امروز می‌توانست با دبی و استانبول رقابت کند. اما فقط کابل نبود. هرات با آن معماری با شکوه اسلامی می‌توانست مثل فلورانس ایتالیا به شهر جهانی برای هنر و تاریخ تبدیل شود. مزار شریف با شکوه مسجد کبودش مقصد میلیون‌ها توریست از سراسر دنیا می‌شد. بامیان با مجسمه‌های بودا و طبیعت خیره کننده‌اش به یکی از مهمترین جاذبه‌های گردشگری آسیا تبدیل می‌شد. افغانستان سرزمینی با منابع طبیعی غنی است. طلا، مس، آهن، گاز و مهمتر از همه لیتیوم. در جهانی که باتری‌ها آینده تکنولوژی را شکل می‌دهد، افغانستان می‌توانست مرکز انرژی قرن 21 باشد. اگر آرامش وجود داشت، شرکت‌های بزرگ بین المللی برای سرمایه‌گذاری در معادن افغانستان رقابت می‌کردند. کارخانه‌های بزرگ در شهرهای مختلف ساخته می‌شد. جوانان افغان در همان جا شغل پیدا می‌کردند و جای مهاجرت کشور خودشان را آباد می‌کردند. تصور کنید افغانستان به جای آنکه $10 میلیارد کمک خارجی دریافت کند و سپس به فساد برود، خودش یکی از صادرکنندگان بزرگ جهان می‌شد. لیتیوم افغانستان می‌توانست چرخ‌های صنعت خودروهای برقی در اروپا و آمریکا را بچرخاند. گاز افغانستان می‌توانست بخشی از انرژی آسیا را تامین کند و در چنین شرایطی افغانستان نه تنها کشور فقیر نبود، بلکه یکی از کشورهای ثروتمند منطقه می‌شد. اما ثروت تنها بخشی از ماجراست. جامعه افغانستان هم می‌توانست مسیر متفاوت داشته باشد. زنان افغانستان که در دهه‌های 50 و 60 شروع به تحصیل و کار کرده بودند، امروز در جایگاه‌های مهم دولتی و علمی قرار داشتند. وزرای زن، پزشکان زن، مهندسان و استادان دانشگاه زن بخشی عادی از جامعه بودند. دختران افغانستان نه تنها به مدرسه می رفتند، بلکه به دانشگاه‌های معتبر دنیا سفر می کردند و سپس به کشورشان باز می گشتند تا آن را بسازند. موسیقی محلی افغانستان در کنار موسیقی مدرن جشنواره‌های بین المللی موسیقی را پر می کرد. کابل می توانست جشنواره فیلم مخصوص خود را داشته باشد. فیلم سازان افغان آثارشان را در کنار کارگردانان هالیوود و بالیوود نمایش می دادند. شاعرای افغانستان در کنار بزرگان ادبیات جهانی شناخته می شدند. در بعد سیاسی و جهانی افغانستان می توانست جایگاهی بسیار مهم داشته باشد. موقعیت جغرافیایی افغانستان آن را به پل میان شرق و غرب تبدیل کرده است. اگر آرامش برقرار می‌ماند، جاده‌های مدرن
به خطوط راه آهن از افغانستان می‌گذشتند. قطارهایی که چین را با اروپا وصل می‌کند از قلب افغانستان عبور می‌کردند. این کشور می‌توانست همان نقشی را بازی کند که امروز ترکیه در منطقه ایفا می‌کند، پلی برای تجارت، سیاست و فرهنگ. امروز به جای اینکه افغانستان با عنوان کشور جنگ زده شناخته می‌شد، می‌توانست به عنوان الگویی از توسعه در قلب آسیا مطرح باشد. شاید افغانستان همان جایگاهی را داشت که امروز سنگاپور یا امارات دارد. کشوری کوچک از نظر اقتصاد جهانی اما بزرگ از نظر نفوذ و اهمیت. حتی در ورزش هم افغانستان میتوانست افتخار آفرین باشد. تصور کنید تیم ملی فوتبال افغانستان در جام ملت‌های آسیا رقابت میکرد یا ورزشکاران افغان مدال‌های المپیک را یکی پس دیگری می‌بردند. استادیوم‌های مدرن در کابل و قندهار پر از تماشاگرانی میشد که برای تیم‌هایشان فریاد می‌زدند. همه اینها شاید شبیه رویا به نظر برسند، اما اگر تاریخ کمی مهربان‌تر بود، واقعیت داشت. افغانستان ظرفیت آن را داشت که یکی از مهمترین کشورهای منطقه شود، اما به جای آن جنگ و دخالت‌های خارجی این سرزمین را بارها و بارها به عقب برگرداند. اما هنوز هم این رویا کاملا از بین نرفته. نسل جوان افغانستان حتی در دل سختی‌ها هنوز رویای بزرگی دارد. آنها هنوز می‌خواهند کشورشان را بسازند. این نسل می‌داند که اگر گذشته پر از جنگ بود، آینده می‌تواند پر از صلح باشد. بنابراین وقتی می‌پرسیم اگر افغانستان آرام میمان چی میشد؟ در واقع داریم میپرسیم اگر افغانستان روزی آرام شود چی خواهد شد؟ این سوال نه تنها یک تخیل تاریخی بلکه یک امید برای آینده است. امیدی که شاید روزی تحقق پیدا کند.